سمیه حق نگهدار، مستندساز و عضو کانون فیلمسازان مستقل ایران از بولونیا در ایتالیا با ما هستند. خانم حق نگهدار، میگن از کوزه همان تراوت که در اوست. چه ارزیابی شما دارید از فهرست نام‌ها و فیلم‌هایی که در این دوره در جشنواره ارائه شده؟ سلام به شما و بینندگان عزیز. در همین ابتدای صحبتم میخوام بگم که ما با یک جشنواره سینمایی روبرو نیستیم. جشنواره فرج یک جشنواره حکومتی هست که برای بقای خودش و ادامه و استمرار سرکوب و سانسور سینما و سینماگران ترتیب داده میشه و به رسمیت شناختن این جشنواره به هر شکلی کمک میکنه به تداوم استمرار و به تداوم و استمرار نظام سانسور و سرکوب که علیه خود سینما و سینماگران کار میکنه. همانطور که گفتم جشنواره یک جشنواره سینمایی نیست، ضد سینما، ضد هنر و فرهنگ. جشنواره‌ای که میخواد کمک کنه به روند عادی سازی در ایران. بعد از این همه کشتار و سرکوب و ظلمی که داره اتفاق میفته، واقعا چطور میشه از این جشنواره حمایت کرد و خب هیچ چیز عادی نشده. میبینیم که چهره های شاخص سینمای ایران هم در این جشنواره خب غایب هستن و جشنواره رو نادیده گرفتن، اینجوری میشه گفت. خیلی هاشون یا این روزها کار نمیکنن یا ممنوع کار هستن و یا خواسته تن به همکاری با این سیستم نمیدن. از طرفی این جشنواره در نازل‌ترین حد خودش رسیده. لیست فیلم ها رو میبینی و وقتی که دربارشون میخونی میبینی حتی یکی داستان و قصه خوبم ندارن. خب خانم حق نگهدار، بعضی میگن که علیرغم انتقادهای زیادی که اهالی سینما به جشنواره فیلم فجر وارد میکنن و وارد میدونن، عده‌ای هم هستن که اگر بخوان در عرصه سینما فعالیت بکنند انتخابی غیر از این ندارن، به این معنا که امکان کار برای مثلا جشنواره‌های بین‌المللی یا خارج شدن از حمایت‌های دولتی برای همه فراهم نیست و شاید این راهی باشه برای اون جوانانی که مثلا تازه میخوان وارد عرصه سینما بشن، از این امکانات، از این فضا استفاده بکنن و بعد راه خودشون رو پیدا کنند. من اینجوری میخوام جواب بدم به این سوال شما که سینمای ایران مشخصا بعد از جنبش زن زندگی آزادی وارد یک مرحله تازه‌ای شده. فیلم هایی که برای ایران افتخار آفریدن و در دنیا مطرح شدن همه فیلم هایی بودن که به شکلی محصول سینمای مستقل ایران بودن و حالا شما ببینید که خروجی سینمای حکومتی ایران چی بوده، اصلا قابل قیاس نیست و اگر کسی بخواد در سینمای ایران کار ارزشمندی انجام بده راه خودشو پیدا میکنه و خب من فکر میکنم که مشخصا همکاری با سینمای حکومتی نمیتونه ما رو به ساخت در حقیقت یک اثر ارزشمند رسونه. خب و چون تو وارد این سیستم سانسور و سرکوب میشی. درست. خب خانم حق نگهدار، خیلی هم این رو میگن که مثلا اگر کار اصغر فرهادی کاری شد در سطح بین المللی، او هم از همین سینما شروع کرد، مثلا درباره الی رو ساخت، بعد فیلم های بعدی رو ساخت و بعد رسید مثلا به فیلم هایی که هر کدومشون در سطح بین المللی خوش درخشیدند. خیلی از چهره های شاخص همین مسیر رو رفتن، یعنی از فضای حکومتی و دولتی که براشون فراهم شده بود استفاده کردن و بعداً تونستن حرف خودشون رو بزنند. من فکر میکنم اصلاً اون شرایطی که ما الان درش هستیم قابل قیاس با اون چیزی که اقل کم 10 سال پیش در سینمای ایران بوده نیست. نه که خیلی چیزی تغییر کرده باشه، ولی این شدت از سانسور، سرکوب و در حقیقت اینکه راهو به هر شکلی بر سینماگر
میبندن، این روزها واقعا مثل اون روزها نیست و من فکر میکنم خیلی تغییر کرده همه چیز. شاید اصغر فرهادی اگه الان میخواست همون فیلم ها رو بسازه نمیتونست بسازه. درست. خب با این اوضاع و احوالی که شما توصیف کردید، آقای رسولوف توصیف کردن، در گزارش هم داشتیم، آینده جشنواره های از این دست رو چگونه میبینید؟ یعنی فکر میکنید که واقعا زمانی بشه که اینها بتونن رونق پیدا بکنند یا بتونن با قشر بزرگی از هنرمندان و همینطور مخاطبان آشتی بکنند؟ در حال حاضر که بعید میدونم یه همچین اتفاقی بیفته و من فکر میکنم تا وقتی این سیستم سینمای حکومتی باشه و هنرمندها قرار باشه توی یک چارچوبی کار کنن، یعنی چون هنرمند و سینماگر کسی نیست که توی یک چارچوب و دستورالعمل بیاد فیلم بسازه. اگر این چارچوب برداشته بشه، آزادی بیان بشه، سانسور نباشه، سرکوب فیلمساز نباشه، وقتی فیلمی رو میسازه باید خب جواب پس بده، ممنوع خروج بشه، زندان بره و آزادی بیان باشه، میشه فیلم ساخت. در غیر این صورت همچنان این روند سینمای حکومتی راهو برای سینمای ایران باز نمیکنه. خیلی خیلی ممنونم از شما خانم حق نگهدار، سمیه حق نگهدار، مستندساز از بولونیا در ایتالیا با ما.